سلام، بنفشه هستم، یکی از بنیانگذاران کارگاه آموزشی جاسن. امروز میخوام بهتون فینانسیه پسته یاد بدم. در این آموزش همراه من باشید. برای درست کردن فینانسیه پسته اولین کاری که باید انجام بشه درست کردن کره قهوه‌ای هست که به خاطر عطر و طعم آجیلی که داره بهش کره فندقی هم میگن. کمی بیشتر از مقداری که لازم داریم کره داخل قابلمه میریزیم، روی حرارت ملایم قرار میدیم تا ذوب بشه و آب داخلش هم بخار شه. باید براش صبور باشید. رنگ کره کم کم شروع به تغییر کردن میکنه. خیلی مراقب باشید که نسوزه. ما یک رنگ قهوه‌ای ملایم میخوایم، نه یک کره سوخته. وقتی به رنگ دلخواهمون در اومد، از روی حرارت برمی‌داریم و از صافی رد میکنیم. « 45 گرم پودر قند، 25 گرم آرد و 1 گرم بیکینگ پودر رو با هم دیگه الک میکنیم. « 60 گرم پودر بادام، 40 گرم پودر پسته رو بهش اضافه میکنیم. مواد رو کمی مخلوط میکنیم تا یک دست بشه. حالا 75 گرم سفیده تخم مرغ رو به مواد خشکمون اضافه میکنیم. به آرومی هم میزنیم تا مخلوط بشه. « 20 گرم خمیر پسته رو به 45 گرم کره قهوه‌ای که از حرارت افتاده اضافه میکنیم. وقتی که خوب هم زدیم به بقیه مواد اضافه میشه. به آرومی هم میزنیم تا یک مایع کاملا یک دست داشته باشیم. به همین راحتی مایع فینانسیه ما آماده شده. مایع رو داخل قیف میریزیم و توی قالب‌های کوچک سیلیکونی پایپ کنید. فقط یادتون باشه 2/3 قالب رو بیشتر پر نمی‌کنیم. حالا قالب رو توی فری که از قبل تو دمای 185 درجه سانتیگراد گرم کردیم میگذاریم. مدت 15 تا 17 دقیقه میپزیمش. حالا نوبت گاناش پسته است. 100 گرم خامه رو گرم میکنیم. روی 100 گرم شکلات سفید نیمه ذوب میریزیم. حسابی همش میزنیم تا شکلات کاملا ذوب بشه. در آخر 25 گرم خمیر پسته رو بهش اضافه میکنیم. داخل یک قیف با هر سرماسوره‌ای که دوست داریم میریزیم. توی یخچال حدود 3 تا 4 ساعت میذاریم تا خنک بشه. بعد از اینکه کیک‌ها از فر در اومدن میذاریم تا کاملا خنک بشه و از قالب جداشون میکنیم. میتونیم روی کیک‌هامون رو با چاقو ببریم تا صاف بشه. با گانشی که درست کردیم روش رو تزیین میکنیم. چیزی که روش میذاریم کاملا سلیقه‌ایه. من از پرک پسته و گلبرگ استفاده کردم. نوش جونتون.